خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخواتي الغاليات، اهلا وسهلا بكن في مدرستنا المباركة دار العلم بخارا. خواهرانی عزیزی من، خوش آمدید به مدرسه ما دار العلم بخارا. أنا أختكن صديقة، وأشعر بسعادة كبيرة بلقائكن وبانضمامكن إلى هذا الصرح العلمي. من خواهر شما هستم صدیقه و از ملاقات با شما، گرچنده که به توسط اینترنت هم باشد، و با همراه شدنتان به این مرکز علمی من خیلی شاد هستم و البته خیلی شکرگزار هستم. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكن لما فيه الخير والفلاح، وأن يجعل هذه السنة ممتلئة بالتعلم والتقدم والبركة. از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستم که به من و شما توفیق دهد تا اینکه به پیشروی، کامیابی و برکت نائل گردیم. إن شاء الله سنبدأ اليوم أول دروسنا، وموضوعنا اليوم هو فضل طلب العلم الشرعي. امروز ما اولین درس خود را آغاز میکنیم و موضوع امروزه ما درباره فضیلت آموزش علم شرعی خواهد بود. طلب العلم ليس مجرد رحلة معرفية أخواتي، بل هو سبيل لتزكية النفوس وتقربها من الله عز وجل. طلب علم تنها یک سفر برای حاصل کردن معلومات نیست خواهرانی عزیزم، بلکه این راه است برای پاکیزه کردن، برای پاکیزگی، برای پاکسازی نفس ها و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی. البته شاید شما که اهمیت دادین، خلال الدرس احيانا اتكلم باللغة العربية واستخدم بعض العبارات لنتعود عليها وإن شاء الله نستفيد منها في دراساتنا. هنگامی درس من کمی با عربی گپ میزنم و بعضی جمله ها رو با زبان عربی میگویم تا که شما ان شاء الله آهسته آهسته عادت کنید و هنگامی درس هم استفاده برید. البته قبل از این شاگردانی نو ما طول 3 ماه الکی درس خونده ایم و شاگردانی که با ما از اول ماه ایول یعنی بودند، آنها الکی کمی عادت کردند با زبان عربی و بعضی کلمه های عربی. پس برای آن که آنها کمی پیش هستند، من الکی باید که با آنها کمی یعنی با زبان عربی بعضی جمله ها رو استفاده کنم. طيب، السؤال الذي سنبدأ به هو إن شاء الله السؤال که با آن آغاز میکنیم این است که ما هو فضل طلب العلم؟ تمام؟ يعني لماذا نحتاج إلى دراسة العلوم الإسلامية؟ فضیلت آموزش علم چیست و چرا به آموزش علوم اسلامی و شرعی نیاز داریم؟ هيا لنقرأ معا بعض الآيات والأحاديث التي تبين مكانة العلم وأهميته. بیایید انشالله با ما یک جایه بعضی آیات ها و حدیث ها رو میخوانیم که مکان و اهمیت علم رو نشان میدهند. وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكن أبواب العلم والفهم، اللهم آمين. وسنبدأ بالآيات القرآنية الكريمة في فضل العلم. آغاز میکنیم با بعضی آیات های قرآنی. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. الله سبحانه و تعالی فرموده است و بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پروردگارا دانش مرا بیشتر گردان. درباره این آیت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله عز وجل ربي زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. یکی از عالمان برجسته مذهب شافعی که محدث هم بود، حافظ ابن حجر الاسقلانی، درباره همین آیت گفته است که همین آیت یکم هست که شما در اکران باید ببینید.
درباره همین آیت چی گفته است؟ که همین آیت، همین سخن الله سبحانه و تعالی ربی زدنی علما که به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمان داده است که همین دعا را کند، دلیل روشنی هست برای فضیلت علم. زیرا الله سبحانه و تعالی پیامبرش را صلی الله علیه و سلم امر نکرده است که از چیز جز علم افزایش طلب کند. و ایضا قال الله تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو آیا برابر هستند آنهایی که میدانند، یعنی که آنهایی که علم دارند، و آنهایی که نمیدانند، یعنی که علم ندارند؟ يعني ماذا تبين هذه الآية؟ أن العلم يرفع مقام الإنسان وقيمته وأن الجهل يحرمه من هذه الفضيلة. این آیت برای ما نشان می‌دهد که دانستن علم، که طلب کردن علم، آموختن علم مکان و ارزش انسان را بالا میبرد و جهالت، یعنی جاهل بودن، او را از این فضیلت محروم میسازد. و ایضا قال الله تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله سبحانه و تعالی فرموده است الله درجه کسانی را از شما که ایمان آوردند و علم داده شدند، دانش داده شدند، بالا میبرد. يعني تدل هذه الآية على أن الله خص أهل العلم والإيمان بمكانة رفيعة تميزهم عن غيرهم. این آیه دلالت میکنند که الله سبحانه و تعالی برای اهل علم و برای اهل ایمان مرتبه مخصوص داده است که آنها را از دیگران جدا میکند، فرق میکند. و ایضا قال الله سبحانه انما یخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه و تعالی فرموده است که فقط عالمان از میان بندگانش از الله ترس دارند. یعنی که ترسی حقیقی فقط عالمان دارند. از سبب چی؟ از سبب آن که آنها یعنی علم می‌آموزند و الله سبحانه و تعالی را میشناسند. أرجو أن يكون كل شيء واضحا إن شاء الله. فلنواصل الآن ونقرأ بعض الآيات بعض الأحاديث المباركة في فضل العلم. نيجوزرين ببعضي أحاديث إن شاء الله. الحديث الأول وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هنگامی که من صلی الله علیه و سلم میگویم شما هم درود بفرستید، تکرار کنید صلی الله علیه و سلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. هر کسی را که الله سبحانه و تعالی برای او خیری بخواهد او را در دین درک عمیق میبخشد. يعني هذا الحديث يبين أن الفقه في الدين ماذا؟ علامة على إرادة الخير بالعبد. این حدیث به ما بیان میکند که فهمی درست داشتن و فهمی عمیق داشتن در دین این یک نشانه هست که الله سبحانه و تعالی برای بندهش، برای شخص خیری بزرگ میخواهد. والحديث الثاني وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه چی گفته است؟ قسم به الله اگر الله توسط تو یک شخص را هدایت کند این برای تو بهتر است از شتران سرخ. یعنی بهاترین شتران، از سببی که شتران سرخ در آن زمانه از همه قیمتترین و بهاترین چیز بود، شی بود. از این سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم این یعنی مثال را پیش کرده بود. یعنی یشیر هذا الحديث الى عظم أجر من يعلم الناس ويرشدهم إلى طريق الهداية. وأيضا يؤكد على أن العلم وسيلة عظيمة لنفع الآخرين. این حدیث با ما چی بیان میکند؟ که ثواب شخصی که دیگران را تعلیم میدهد و راهنمایی میکند به طرف دین، به طرف پرهیزگاری، خیلی یک ثوابی بزرگ است. والحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است از من حدیث رسانید، بلغو، از من رسانید، حتی یک آیت هم باشد و از بنی اسرائیل خبرها نقل کنید، هیچ مشکلی نیست. و هر کسی که بر من قصداً دروغ ببندد یا اینکه میبندد، جایگاه خود را در آتش آماده کند. يدل الحديث على فضل نشر العلم ولو كان قليلا وأن ذلك عبادة عظيمة يثاب عليها المسلم. این حدیث به ما اشاره میکند که پهن کردن علم حتی اگر کم هم باشد یک عبادت هست و یک کار هست که برای آن ثواب داده می شود، پاداش داده می شود بنده. و البته این معنای آن را ندارد که انسان کمی علم آموزد نیمکوله و درو یعنی در مسائل مختلفه، در مسائل مشکل به دیگران علم پهن کند یا علم درس دهد. چون که کسی که نیمکوله آموزد و علمش نیمکوله باشد، او میتواند که به دیگران ضرر رساند از ثواب کرده. خب برای همین این حدیث رو باید درست درک کرد. یعنی که علم رو اگر می آموزی و علم رو اگر پهن میکنی در آینده، باید که به پررگی اول آموزی، خودت درست درک کنی و بعداً به دیگران رسونی. والحديث الرابع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است هر کسی که راهی جستجوی علم را پیش گیرد، الله برای او راه را به سوی جنت آسان میگرداند. یعنی یبین الحدیث ان طلب العلم طريق موصل إلى الجنة أو مؤيد إلى الجنة، ويؤكد على عظم مكانة طالب العلم أو طالبة العلم عند الله. این حدیث بیان میکند به ما که راه علم به جنت میرساند و این چنین به ما بیان میکند که مقامی طالب علم نزد الله بزرگ است، یک مقامی خیلی بزرگ است. والحديث الخامس عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. هر کسی که برای هدایت دعوت کند، برای او ثوابی مانندی ثواب آنهای خواهد بود که از او پیروی میکنند، به آن که ثواب آنها کم شود. یعنی یشیر الحدیث إلى فضل الدعوة إلى الخير والعلم حيث إن الأجر يتضاعف مع كل من يعمل بما يعلم دون أن ينقص من أجر المعلم. فاهمین؟ این حدیث اشاره میکند که دعوت کردن برای نیک، برای دین و علم یک ثواب را و اجر را به بار می آورد که با هر کسی که به آن عمل میکند افزون می شود، بدون آن که یعنی اگم کمی را بیاورد در ثوابی آموزگار. یعنی که وقتی که انشاءالله شما علم می آموزید و بعد از آن وقتی که به پررگی آموختید به دیگران می رسانید، هر یک کسی که به همان علم عمل می کند برای شما ثواب جاریه می شود. والحديث السادس عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی فرموده است؟ هنگامی که فرزند آدم، ابن آدم وفات میکند، عملش قطع میگردد مگر از سه راه یا اینکه از سه چیز. اولا صدقه جاریه، دوم یا علمی که از آن فایده برده می شود، یعنی که در وقت حیاتش به دیگران علم آموخت یا حتی علم نشر کرد با واسطه ویدیوها، یعنی اودیوها، کتابها، ترجمه ها، یعنی خدمت کرد به دین و مردم از همون علمش فایده میبرند. یا سوم فرزندی صالحی که تربیه کرده باشد و همون فرزندی صالح برای او دعا میکند. يعني يوضح الحديث أن العلم النافع من الأعمال التي تبقى أجرها مستمرا حتى بعد وفاة المسلم أو المسلمة. يعني که علمی نفع آور یکی از عملهای نیک هست که ثوابش حتی پس از مرگ هم ادامه می‌یابد.
والحديث السابع قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. جامع الترمذی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که این خیلی یک حدیث مهم هست. عزیزاتی توجه کنید، از سبب اون که خیلی مردم زیاد در این عملهای ناجایز گرفتار هستند در همین گروه هایی که بین ما پهن شده هست و در بین مردم ما و در بین یعنی مردم همین زمانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است هر کسی که علم را برای رقابت با علما، یعنی که برای جنگیدن، برای سبقت کردن، برای دعوا کردن و برای ردیه کردن می‌آموزد، یا برای بحث و مناظره با جاهلان، یا برای توجه مردم را به خود جلب کردن، الله او را به آتش داخل می‌کند. یعنی هذا الحديث يحذر من سوء النية في طلب العلم ويبين أن الغاية الحقيقية لطلب العلم هي الإخلاص لله ونفع الناس لا المباهات أو الرياء. این حدیث به ما هشدار می‌دهد که نیتی بد در آموزش علم میتواند عاقبت‌های ناگوار داشته باشد، عاقبت‌های خیلی بد داشته باشد. هدف حقیقی آموزش علم باید اخلاص به الله و نفع دیگران باشد. اولا نفع خود و بعدا نفع دیگران، تربیه فرزندان، اصلاح نفس و غیره باشد، نه اینکه ریا و خودنمایی. و البته از همه مقصد اساسی باید رضا الله تعالی باشد، رضایت الله سبحانه و تعالی و راه جنت را به آسانی پیدا کردن هست. فنسأل الله عز وجل الحفظ والسلامة والعافية آمین. در حدیث آخران، این آخران حدیث هست، این حدیث کمی دراز هست، من همون جای اساسیش را آوردم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. این یک چنین حدیثی هست که اگر برای فضل علم، برای فضیلت علم را بیان کردن، اگر من برایش فقط همین حدیث را بدهم، من فکر میکنم که کفایه میکند. تمام فضیلت علم در همین حدیث جمع شده است. خیلی یک حدیث زیبا هست، توجه کنید. در جای اول پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی که راه جستجوی علم را پیش گیرد، الله او را با یکی از راه‌های جنت راهنمایی میکند. و بعداً و این الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، و فرشتگان بالهای خود را برای طالب علم پهن میکنند، میگذارند، یعنی از روی رضایت و احترام. و این العالم لا يستغفر له من في السماوات و من في الارض والحيتان في جوف الماء. و حتی آنها که در آسمان ها و زمین هستند و حتی ماهیان در قعر آب برای عالم دین استغفار میکنند، یعنی که از الله طلب میکنند که این عالم رو، این طالب علم رو عفو کند و مغفرت کند. و این فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. برتری عالم بر عابد، یعنی برای عبادت گزار، مانندی برتری ماه در شب پرمهتاب است نسبت به دیگر ستارگان. چونکه کسی که عالم باشد عبادت خود را درست میکند، یعنی که اول می‌آموزد که چی طور باید عبادت کرد، چی چیزها درست هست، چی چیزها نادرست هست. الله سبحانه و تعالی چگونه میخواهد از بندش که او را عبادت و پرستش کرد، چی احکام را الله سبحانه و تعالی به ما داده است، از چی چیزها ما را نهی کرده است، و یعنی به طریقه درست الله را عبادت میکند. حالان که یک کسی که عبادت گزار فقط باشد و علم نداشته باشد، خیلی احتمالی زیادی هست که میتواند در یکم کاری نادرست یا ناجایز گرفتار شود. و در قسمت آخران و این العلماء ورثة الانبیاء و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. و عالمان وارثان انبیا هستند. انبیا دینار و درهم میراث نگذاشتند، بلکه علم را میراث گذاشتند. پس هر کسی که این علم را بگیرد بخشی
فراوانی گرفته است. یعنی خیلی یک چیز ارزشمند رو گرفته است. پس باید قدر آن رو دانست. این بود آخرین حدیث و در آخرین صحیفه من برای شما بعضی فایده های طلب علم رو جمع کرده هم که این آخرین صحیفه ما می باشد. بین فضیلت علم و فایده های علم کمی فرق هست. فضیلت علم یعنی که ما از چی سبب علم رو آموزیم، که یعنی برای ما اگر ما علم آموزیم سببی ثواب می شود. ما همان آیت ها و احادیث رو نظر کردیم که از آنها به ما معلوم می شود که آموزش علم شرعی یک عملی هست که برای آن ما ثواب می گیریم. اما چی فایده هایی هست که طلب علم به ما می آورد؟ پس برای شما من مختصر کرده نوشتم. در نقطه اول آموزش علم به انسان کمک می کند که وظیفه های دین خود را درست فهمد و آنها را با اخلاص اجرا کند. دوم، این عقل انسان را روشن نموده دیدگاه او را وسیع می کند و قابلیت درست اندیشیدن را می آموزاند. و در نقطه سوم، علم اخلاق انسان را بهتر نموده او را به سوی رفتار نیک راهنمایی می کند. در نقطه بعدی، با آموختن علم انسان به الله نزدیکتر می شود و بزرگی او را بهتر درک می کند. و بعداً علم به انسان امکانیت می دهد که به دیگران خدمت کند و آنها را راهنمایی نماید، زیرا دانش به جامعه نیز منفعت می رساند. خب و بعداً آموزش علم راه انسان را به سوی جنت آسان می کند و ثواب دانش‌های نفع‌آور حتی پس از مرگ هم ادامه می یابند. و فایده بعدی، علم ایمان را قوی می گرداند، جهالت را برطرف می نماید و به انسان کمک می کند که همیشه خود را تکمیل دهد از هر جهتی که باشد. و در نقطه آخران، البته برای طلب علم فایده های نامحدود هست، اما این یکی از آخران نقطه هایی که من نوشتم همین است که علم نه تنها زندگی شخص را بهتر می کند بلکه برای رشد جامعه نیز سهمی بزرگ می گذارد. پس در همین جا درسی اولی ما، مقدمه علم درباره فضل و طلب العلم یعنی فضیلت طلب علم به پایان می رسد. از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که این وقتی که شما به این درس دادید، این کوششی که شما کردید قبول کند، برای شما پاداش بزرگ رو نصیب گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.